پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که با افشای یک سری اسناد و مدارک و فایل‌های صوتی و مصاحبه ها سلطان موز ایران رو برای شما افشا بکنیم. در هیچ برهه‌ای از تاریخ دیده نشده که یه سلطان حق گمرکی کالا پرداخت کنه. طرف وارد اداره گمرک میشه، میگن اوه سلطان موز اومد. ایرانی که در طول سالهای گذشته سلطان سکه و طلا و ارز و کاندوم و بیل و کلنگ داشت، حالا بهش سلطان موز هم که بی ربط به یه سری آدم‌های کله گنده اون بالا نیست اضافه شده که هم اسم این شخص رو برای شما افشا می‌کنیم و هم بهتون میگیم که چه رانت و لابی داره در پشت پرده اتفاق میفته. در حالی که قیمت موز در طول چند ماه گذشته در ایران کیلویی تقریبا 20-22 هزار تومان بود، الان در حال حاضر قیمت موز به بالای 60 هزار تومان رسیده و قطعاً دست دولت و یا یک سری افراد پرنفوذ در کار بوده که قیمت موز رو به صورت عجیب و غریبی 2-3 برابر کرده. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه اون کسی که دلال موز در ایران تونسته در عرض 2-3 ماه ثروت خودش رو 3 برابر بکنه. شما در هیچ کجای این کره خاکی و این جهان پهناور نمیتونی در عرض 2-3 ماه سرمایه خودت رو 2-3 برابر بکنی مگر اینکه رانت و لابی و دلال‌دزدی داشته باشی یا دست توی سیستم در کار باشه و در داخل ایران همه اینها امکان پذیره. چطوری؟ الان بهتون میگم. رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران گفته بود که ثبت سفارش واردات موز از اردیبهشت امسال ممنوع بوده، یعنی هیچ کسی نمیتونسته ثبت سفارش رو انجام بده. از اون طرف سخنگوی گمرک که این واردات و صادرات رو کنترل میکنه توی گمرک اومده و مصاحبه کرده که گفته که آمار واردات موز در ایران نسبت به پارسال هیچ تغییری نکرده، هیچ بیشتر هم شده. یعنی خودشون یه بخشنامه دادن به این سیستم شلنگ و تخته‌ای، گفتن آقا موز وارد کشور نکنید، ما تو کشور داریم. میدونید که ما در سمت سیستان و بلوچستان و 2-3 تا استان جنوبی که استان‌های گرمسیر موز تولید می‌کنیم. گفتن آقا داریم فعلا به اندازه مایحتاج، حالا اگه بیشتر هم بخواد بشه اعلام می‌کنیم و وارد میشه. سخنگوی گمرک گفته بابا اون بخشنامه کشک بوده که اعلام کرده بودن، ما در حال حاضر داریم موز وارد می‌کنیم از پارسال بیشتر. برای همین من برای شما الان یه فایل صوتی پخش میکنم که آقای دارایی نژاد به عنوان رئیس اتحادیه بارفروشان میاد و افشا میکنه که دست دولت در کار بوده برای ثبت سفارشات موزی که قیمتش باید بین 20-22 تومن به بالا باشه، الان شده 60 تومن 65 تومن. ببینید این فایل صوتی. 3 ماه بنده حقیر دارم فریاد میزنم از زمانی که برید تو آرشیو صدا سیما، 3 ماه دارم فریاد میزنم قیمت موز بوده کیلو 20,000 تومان. خاطرتون هست یا نیست؟ بله بله. امروز کیلو 50,000 تومان. این همون فریاداییه که تو 3 ماه زدم هیچ کس گوش نکرد. که آقا ثبت سفارش موزو نه انحصاریش کنید، نه تنها به کسی بدید، بذارید عمومی باشه، بذارید همه موز بیارن. 3 ماه ثبت سفارش بسته شده. منم درد دل دارم، خواهش میکنم فقط اجازه بدی حرفم بزنم. بفهمید. خواهش میکنم. 3 ماه دارم فریاد میزنم آهای دولت مردا، آهای عزیزا، اونایی که ثبت سفارش دستتونه، ثبت سفارش بستید، موز میشه کیلو 50,000 تومان که دیشب این اتفاق افتاد. یعنی مردم کشورم باید موز وارداتی دونه‌ای 10,000 تومان برای بچهش بخره. کی داره که بخره؟ خب
هیچ کاری نمیکنن. 100 تا دونه کانتینر الان 10 روز پشت مرز بازرگان مونده، گمرک اجازه ترخیصشو نمیده. میگه باید استعلام کنم. من نمیدونم، یه شهر 100 تا قانونه. جنوب داره میاره موز هندی رو داره با کشتی میاد وارد میشه، هیچ اتفاقی نمیفته. مرز بازرگان ما اجازه نمیدن. آقا غیر از سوء مدیریت هیچی نیست. من عرضم اینه، شما فرمودی دلالای میدون توضیح میدم. اول ما قدمتمون بیش از 100 ساله برادر. موقعی که موز میارن کیلو 50,000 تومان ما فریاد میزنیم کسی گوش نمیکنه. بهشون میگیم موز تنظیم کننده بقیه میوه‌جات، فقط موز نیست. برادر این موز اگر میومد کیلو 20 تومان تنظیم میشد، بقیه بارام همه تنظیم میشد. بله توجه کردید. یه تیکه از صحبتاش اومد گفتش که دست دولت در کار بوده برای ثبت سفارش‌ها و کاملا دولت نقش داشته. ببینید خیلی هم سیستم راحته دیگه. ببینید همه محصولاتی که میخواد وارد کشور بشه توی اون سیستم وامونده گمرک ثبت میشه. یعنی اون کسی که اونجا وایساده اینجوری بزنه روی سیستم میتونه بفهمه که کی واردات رو انجام داده. خیلی هم پیچیده نیست. پس این تخلفه و این سرپیچی از قانونه. یه مصوبه میدن بعد راحت موز وارد میکنن. حالا کی موز وارد میکنه میگم بهتون. جالبه بدونید که اطلاعات محرمانه‌ای که ما از یه سری از افراد گرفتیم، در حال حاضر یک کانتینر موز داخل گمرک داره 200 میلیون تومان پولهای زیرمیزی و رشوه رد و بدل میشه. یعنی 200 میلیون تومان میدن که کانتینر موز رو وارد بکنن. این یه قلم از دل و دزدیاشونه و موز رو از اکوادور و فیلیپین و ترکیه با دلار آزاد وارد میکنن. یه سری دلال تا اینجا داشته باشید. در 9 ماهه اول امسال اعلام کردن که 309,000 تن واردات موز داشتن به ارزش 210 میلیون دلار. 210 میلیون دلار وارد کشور کردن. یعنی محصول وارد کشور کردن، ارز خارج کردن. چون باید ارز رو بدن دیگه. کی این کارو کرده؟ عرض میکنم خدمتتون. قبل از اینکه بگم کی این کارو کرده، بریم صحبت‌های این نماینده مجلس رو بشنویم. ببینید تمام این اطلاعاتی که من دارم بهتون میدم، خود دولت مردا، خود کسایی که تو مجلسن یه سری آمارها رو دارن اعلام میکنن. ما فقط میذاریم کنار هم دیگه، شما بشنوید و ببینید و قضاوت بکنید. این نماینده مجلس میاد حرف از سلطان موز و یه سری از افراد نزدیک به آقای روحانی رئیس جمهور فعلی ایران رو میزنه. بشنوید این صحبت‌ها. جناب آقای رئیس جمهور، شما که امروز داعیه مبارزه با فساد و افشای افسادگران را سرلوحه کار خود قرار دهید، نگاهی به پرونده اطرافیان و نزدیکان خود بیندازید. نگاهی بیندازید سلطان موز که نسبتی با شما دارد. نگاهی بیندازید از پرونده های نزدیکترین افراد به شما و بعضا دختران معاونین شما. بله صحبت های نماینده مجلس شنیدید. گفتم این حرفا رو نماینده مجلس میزنن. عمه و خاله و دایی من و شما نمیزنن. تو مهمونی ها نیست، تو مجلس شورای اسلامیه. حالا این یکی از نزدیکان آقای رئیس جمهور که ایشون میگه کیه؟ الان بهتون میگم. آقای حسین بهشتی پدر داماد آقای روحانی هستن که در لیست دریافتی های ارز دولتی برای واردات موز اومدن ارز 5200 تومانی برای یورو دریافت کردن. ارز که الان در حال حاضر اگه شما برید تو بازار آزاد بعد یورو رو شما 289,000 تومان بخرید. اومدن 8,900,000 یورو طبق لیستی که لو رفته ارز دولتی دریافت کردن. کی؟ آقای حسین بهشتی به عنوان سلطان موز ایران. تمام این اطلاعات و آمار ثبت شده توی سیستم، یعنی خودشون نمیتونن ببینن. ما باید با 4000 کیلومتر اینورتر بگردیم و این آمار اطلاعات رو در بیاریم و افشا بکنیم. آقای حسین بهشتی که یورو 5200 گرفته، از اون طرف اومده موز رو جوری قیمت گذاری کرده که با انگار این موز رو با قیمت
یورو و دلار آزاد خریده و وارد کشور کرده و اینجاست که موزی که باید 22-23 هزار تومان باشه که باز همون گرونه میشه 60,000 تومان 65,000 تومان و اینجوری در پشت پرده رانت و لابی و دلال‌دزدی میکنن. بعد میگن که ما نمیدونم دولتمون دولت نمیدونم تدبیر و امید. بله تدبیر و امید دیگه، تدبیر و امید میکنید که چجوری بتونید این ارزها رو جابجا بکنید، ارزهای دولتی. بعد اصلا واردات موز به کشور ممنوعه. بعد شما برمی‌دارید اینجوری وارد میکنید موضوع. این هم در نوع خودش جالبه. دوستانی که در گمرک هستن یا کسانی که پیگیر هستن یه لحظه خیلی ساده برن یه سرچ بکنن توی سیستم گمرک ببینن که آیا این 8,900,000 یورویی که ایشون برای ارز دولتی گرفته برای چه کاری گرفته، کی بود. بعد جالبه که یه سری شرکت‌های پوشاک و قطعات خودرو هم در طول سالهای گذشته اومدن و موز وارد کشور کردن. یعنی هیچ ربطی نداشته، مثلا طرف شورت و سوتیان وارد کن بوده ارز موز گرفته، ارز اونجا ریخته بوده، گفتن خب برای چی خالیه، گفتم موز. گفتم اون شرکت رو ولش کن، بیا با این پولی که ما بهت میدیم موز وارد کشور بکن. و به صورت انحصاری دیگه همون حرفی که آقای دارایی نژاد به عنوان رئیس اتحادیه بارفروشان زده بود، انحصاری دادنش به چند نفر. همین دیگه. تهش همین میشه که مردم ما فقط این وسط باید برن جنس رو گرون بگیرن. اون مسئولا با این رانت و لابیایی که میکنه پولی زده به جیب دیگه به راحت. در هر صورت امیدوارم که شاهد اتفاقات خوبی باشیم و دیگه این چیزا رو نبینیم که قطعا میبینیم. بدترش هم در میاد، این تازه گندش بالا میاد. و اینم شد سلطان موز. مرسی، ممنون که با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید.